ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. السلام علیکم به کل هموطنان و تماشابینان گرامی قدر. امروز با این برادر فردوس جان، یکی از رپسرایان تاجیک بود، یک اقدام خوب داره بهر ما و شما. میخواد که برسونه در همینجا تا آخر تماشا کنین، ان شاء الله که میفهمین. پیش از سوال و جواب کردن یک شبکه برادر براتون معرفی میکنم. من سلکش در زیر همین ویدیو میگذارم. همین برادر یک قاریه که نابینا هست، محتاج است، به همون کمک کردن میخواه. 10,000 آبونچی شوم میگم. من ان شاء الله که حرکت میکنم یک مقدار مبلغی بهر همین قاری جان جدا کرده و روان کنه. ان شاء الله ما در روان میکنم. ما همون چیزی که به همون قاری که نابینا هست لازمه ما برده در همون میرسونیم. خدا خواهد با نوار کرده بهراتون نشون میتیم. همین سبب دارین این برادر دستگیری کنین. 10,000 آبونچی که شد ان شاء الله که همون مبلغی که وعده کرده روان میکنه. سرکش در زیر همین ویدیو. خب برنامه را شروع میکنیم. خب برادر جان یک خود رو اول معرفی میکردی. سلام علیکم برادرها. کسایی که از تماشا کردن میدونم من فردوس نام دارم. یک وقتای رپ میخوندم با نام F1 میدونستم اونا. خیلی 5 سال بود دامی کار بودم، دامی رپ خوندم. با خاطر الله 1 سال پیش همی کارا باز کردم همی رپ خونی را. کسایی که همچون رپر میدونستن ما را همچون F1 میدونستن، همتون احترام خواهش میکنیم که دیگه ما رپر نیستیم. مقصد همی فکر نکنن و کسایی که در کانالشون همی ویدیوی ما هست، مقصد همی رپای ما هست، از برای الله هم را udalید کنیم. udalید کنین نکنین اوسش کار اختام برادران ایمو یک گفتم. خب یکم سوال را از خودتون شروع کنین دوستان. از کدام وقت همی رپ سر کردگین و برای چی شما رپ خون شدین؟ دیگر سوها را انتخاب نکردین و مخصوص همین رپ انتخاب کردین؟ خدا دروغگو نکنه، گذشت همی 5 سال پیش بخ 84 ماده بود. فقط любой جا میرفتم بخ 84 رپوش موندگی. اما خیلی گوش کردیم ذوق هم خیلی در دل پیدا شد. هم 2015 بود که یکم رپ مونه خوندیم. همه خیلی بعد تا همی 2019 را دوامش دادیم و با همی گفتیم بیا بس هید. فهمیدیم همی که مقصد در کار نیست، همی بالا هم چیز. برای الله بسش کردیم دیگه. گفتی اپا رپ نیست. سلامت باشه. یعنی که از ذوق بود. ذوق بود. خب خیلی بهترین کار کردنی. هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید هر چی را به خاطر الله تر کردی خدا از اون دا بهترش نصیب میگرداند. فکر میکنیم که در بهترین کار است الله. حاضرش است خیلی او را پارت افتیم از سالو در گذشتگیم در همی شهر وحدت. کسی میدونه مگزین نو ویشتگه اکو اشان در اونجا سودا میکنیم. خیلی روز قروزمون اونجا میرویم مقصد. سلامت باشه. من باور دارم ان شاء الله که در کارتون هم برکت میابین. خب سوال دیگر، ای رپ چی فایده گرفتی؟ یعنی که مالیوی چی ضرر؟ وقتی که نو سر کرده بودیم، مقصد نویچوک میگفتن و وقت سر کرده بودیم، ضررش بود. ضرر چه بگم؟ استودیا میرفتیم این همی سومی زپیس فقط بسیار از خود میکردیم. مقصد میشد که در یک هفته 300 سوم 400 سوم در رپ میرفت. در یک هفته از خود میشد. اما بعد وقتایش هم شد که مقصد فایدهش هم دیدیم. امی فایده هم اومد مونده. مقصد یکم کس خواهش میکرد که یکم چی استوریا درباره ما بخون. خیلی میخوندیم، فایدهش هم میدیدیم. مقصد مبلغ میگرفتیم. بعد امی تصمیم گرفتیم که بسش کنیم دیگه. امی چه بگم برکت نکردم. سومش برکت نداره. سلامت باشه. البته ای وعده خدا که خدا در یگام چیز حرام او برکت دادگی نیست. ان شاء الله که برکت نمییابد. خصوصا کار به خاطر الله بس کردی. ان شاء الله که بهترین است. سوال دیگر، آیا از همین کاری که تو بس کردی پشیمان هستی یا نه؟ چه بگم فهمونم شما را؟ ایراد اما خیلی آدم میفهمد. مقصد چوب پشیمان میشم خیلی سبک میشه. دای نه خیلی آزاد میشه. مقصد دیگه پیش فقط همین کارت برام هم استودیا رپ وقتی به فایده میگذشت دیگه یگام فایده نیست. اما در میگذره آخر داد خیلی فهمیدیم که مقصد همین کار در کار نبوده.
خیلی همی رای راست رفتیم ده بگیم. آیا با شخصانی که نو میخواهند که رپر شوند یا اینکه شخصانی که رپر هستند چی توصیه میتید؟ همه کمه گمتون برادرو، اکو، دودرو ولی با دخترو هم رپر شدیستیم. فقط این دنیا تونه فکر نکنیم. این دنیا چند ساله او دنیا تونه فکر کنیم که اوجا یک عمره. این دنیا ده هیچی نمیبینی، همش ده اوسنه. نکنه نمیکره او چی فایده نداره عموما. او میگن ایس اوس رپرو ایتان و تن هیچی نیست، رنگش موری دما. خب سوال دیگر این است که بسیاری از رپرو میگن که ما نمیتونیم همه بحث کرده. میشود؟ چی خیلی ترا اون کس مجبور میکنه که برای رپ خون؟ نه، همش برای پلای. اون دجبه که دستشون که میاره بعد میگی بس که نمیتونم. مراد نکه اما وقتی که در رپ میکنی برام را یکم اختصاص بکه خدا یکم کار که او را 2 برابر زیاد میوی. این ما بگیم رپ میافتم خاص 300 400 سم افتاش ده ما امورا روزش ده میوموزی ای سودو برای که برکت داره. او وقت میافتی شد پگاش در نیست میشه در دسته برکت نداشت. میگن بس کداش نمیشه دروغه. همین آدم که بخواه لوبای کار میشوه، بخواه خودش لوبای کار میشوه، پروستا نمیخواه خود چون بعد میگن بس کده نمیشد. خیلی بعض رپرستور را فهمیدیم که مثال ما خصوصا خودم گفتم که خیلی نخونش در کار نیست همین چیز. میگم ما 2 سال شد که ما دائمی ساحایم در دل ما ششتگی ما دیگه برومادن نمیتونم. شما را فهمیدیم که 5 سال در همین ساحه بودین نه؟ 5 سال بودین نه که اگر هرچی را به خاطر خدا که ترک کردید چنانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای امتاش ای پدر و مادرش گذاشت از بحر همه چیز گذاشت به خاطر امتاش چه ما به خاطر الله یک چیز حرام پافتا نتونیم چه خیلی میفهمیم که بسیاری از رپرها و انسانایی که میخوان رپر شوند از سبب عشق میشده است. این حقیقت دارد. حاضره خیلی رپرها ده ها بسیار هم کشته بسیارش نه 95% همیه. وقتی از عشقش جدا شد دست برای میزند. اگر هم خیلی آدمو در پیش گفتی اگر بگم برای عشق برای عاشق شده آخر رپر میشوه الله همو خیلی دوست بدار تا همو خیلی الله هم دوست بدار که میری همو را دل جا کن میگی چه خیلی که من رپ عدیلم کنده نمیتونم الله عدیل کنده نتون و جایم که در استودیو بشین تکست بنویسی برای قرآن خوانتون یک بارم خیلی چنگ زد اگه هویش که به تکش برو بخونش تا نگاه که چه دلت گرم میشه و چه هوی میشه که شده میشوی. او رپ تو چی میتیه هم خیلی نگروژانی ای تو چی فایدهش نو. ما در یک چیز حیران میشوم وقتی که عاشق است از عشقش جدا میشود چرا هیچ چیز نیو تنها رپ. من نمیشه حیران هستم چرا نشید نیو رپ چرا روح خدا دا نمیبره که همه این امتحان خدا که خدا نمیخواد. عشق هم بسیار درد سخت است، سوزان است، عذاب است، مشقت است. قصه حضرت یوسف زلیخا مثال فرهاد و شیرین و لیلی و مجنون هم به همه درس ای که چقدر عشق سوزان است. وقتی همین قدر عذاب و مشقت کشید چرا باز بالای عذاب میارند؟ مثال در این دنیا این عذاب کشید از سبا رب ده میگذرد با عاقبت خشونه میسوزانند. بعضی هاش شنیده میگن که میگه خداوند ریسک ما رو از همین داده است. من در یک چیز حیران میشوم همه چیزی که بر ما میباید البته او از جانب خدا هست نه از جانب اون مثال رپ میخونن یا اینکه دیگر میکنن. میگه که خدا خواسته است. هیچگاه خدا نمیخواه بندش دوزخی شوه، هیچگاه نمیخواه. هر چیز در دست ما و شما است. رپر چرا نشید نه؟ چرا یک ساحه دیگر نبود تنها رپر؟ شاید که بسیاریا گویند که شما هم رپر بودین یا اینکه مثال خطا روزی نصیحت کردی. شاید که بسیاریا گویند که
اخد تو او روزکو را رپر بدی او روزکو فکر نکه حضرت عمر قصد داشت که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به قتل رسونه در زمان جاهلیت او زمان رپخونی و جاهلیت ها وقتی نمیدونستیم مثال برادر ما نمیدونست مثال همین راه در رفت لیکن فهمید الحمدلله خوش و بحالش من خیلی خوشحال شدم این برادر که همین راه به خاطر خدا بس کرد این 1 سال پیش ما رفت دعوت کرده بود که ما اقدام دارم خواهش میکنم بیا وقتی ما اومدم گفت برادر ما به خاطر خدا ما همین رپ بس میکنم قطعی ما یکم برنامه اسلامی که تو اینکه ما همین سوها ما را ببراریده همین چیز ایدل ما کنده شوه باور کنه این برادر قطعی ما یک فیلم تربیوی گرفتگی هستم امام ابو حنیفه را ما فیلمش گرفتگی هستیم یک کادرش میمونم با ویدیوش در همین کانال هست میتونین دورین تماشا کنین فأنت الله كافيني وكافلني وفي تدبيرك اللهم تدبيري از سبب انا همین برادر در همون لحظه توبه کردگی بود بسیاری از برادران تا حال خیر نمیدونستن که این برادر بس کردگی است در زیر کامنتاری ها دیدیم که بسیار نوشتن که خیلی خزور و ایسوس هر گپا هستن خیال کردن که تا حال در رپ 1 سال پیش این برادر بس کرده بود این برادر خواهش کرد که مثال یک بار دیگر به کل مردم برسون که ما در همین ساحه دیگر نیستم و در حق ما دعاگو باشن که خداوند بازم ان شاء الله که در راه خودش ما رو بکشاند ما همچون یک برادر از این تجربه حیات خودم از سر خودم چیزی که گذشته است برای پیدستا یک چیز میگویم که برادرای عزیز ما شما رو دشمن حساب نمیکنیم ما شما هم برادری ما هستیم ما میدونیم که هر یک چیز ذوق دارد وقتی که میفهمین میدونین به خاطر خدا یک بار بسش کن باوری دارم بهترین چیز خدا نصیب میگردونه این سخن خدا است باور بکن من با بسیارش نشستم گفتم که نکه گفت ما حوض نکنم زندگی مرا کی پیش میبره ما حوض نکنم ما هیچ جور ریسک میام میخرم ما هیچ جور میام میخرم بسیارش همین فکر که از ما پارتم دیگه یکم کار ندارم یعنی که مهارت ما در همیه ما دیگر مهارتون ندارم لیکن من با شما یک چیز میگم وقتی به خاطر خدا ترکش کردی خدا میگه من بهترش از این نصیبت میگردونم یک چیز در خداوند تو را توغری میکنه که 10 برابر ده همین را مییابی باور بکن من با بسیارش نشستم برادرای عزیز این سخنان بحر تماشابینا هستای باور کنین وقتی من سخن میکنم خداوند شاهد ای خاموش مینشینن بسیارش میگه برادر تا حق است هر چی گویی ما قبول میکنیم این برادرمون با نام ماریو معروف نام دارد بسیار انسان خوب است در همین آزمون کاری ما بسیار میرفتیم تامین میکردیم که نه دادی خدایی که مثلا امروز پیش بوده ایستاده است همین چیزا خودش بسیار انسان خوب است در همین آزمون ما باور بکنین نکنین چقدر کمک در ما رسوندگی هم برادر چندین برادرایی که این فاویک است این برادرها کمک کردگی هستند در هرچند در راه خطا هستند ان شاء الله گفته هستند که ما روز میشود که خداوند هم که در دل ما میاندازه و همین چیز دور میشویم شما در اومده و دشنام نتین اینها را برعکس فقط دعا کنین که خداوند رو هدایت بفرما بهتر از همه چیز این دعا هست من با بسیارش نشسته هستم این برادرمون اهل دین کانال دارد این دوشنبه همین برادر هم مثال ریب میخوند هم ریب زبس میکرد به خاطر خدا همین برادر هم پرتافتش باز این کارش بهترین کار در برو اومده کار کرده ایستاده مثال زندگیش پیش رفته ایستاده هیچ کس فکر نکنه که من این راه برو اومدم خدا مرا نمیتونه خدا بهترین شطر را نصیب میکنه بهترین جا بهتر رزق عطا میکنه زمان پیغمبران را بی گرسنه ماندن طاقت کردن که بهترین روزها هم گذروندن بسیاری فکر نکنه که من از روی بخیلی یا اینکه دشمنی این سخنها را گفتم اما برادرایی که مثال ریب میخونن
انشاءالله خودشون میفهمن که ما با کدام مقصد میگیم، ما به خاطر خدا میگیم. اکو انسانایی که مثال نامدار هستن، رپرستوری که نامدار هستن، با اونها مثال دخل نداره، اونها میدونن این سخنهای مرا. با همون انسانهای مثال دخل دارد که مثال نو میخواهند که رپر شوند یا یکی نو رپر شدگی هستند، با همونها بسیارتر دخل دارد که حالا همسری وقت است تو اینکه در همین راه نرفتی بر بگردون نرا. انشاءالله او قدر مهارت داری نشید خونی کن، نشید بخون، انشاءالله این بهترین است انشاءالله. خب در آخر گفتنی هستم که شبکه برادرمون چی بود؟ FN Tube، یعنی که F فیردوس و N فامیلیش هسته، خیلی تیوب این یوتیوب را نظر دارد. سلکش در زیر ویدیو هست، میتونین در آمده ابنه شوین. من باور دارم که انشاءالله از این راه خطا که بر آمدگی است بهترین موضوع ها را بهر ما و شما پیشنهاد خواهد کرد. در حقمون با دعا باشین انشاءالله که چندین برادرایی که مثال مشهور هستند، رپ خون بودن، از همین راه برگشتگی هستند. انشاءالله یک با اونها هم برنامه تشکیل میکنیم بهر شما که شما هم نیز بدون که این برادرها بس کردگی هستند و در حقشون دعاگو باشین، در حق ما هم نیز دعاگو باشین. خداوند یار و مددگار هر یکی ما و شما باشد. خوشا به حالتان که تا آخر برنامه را با ما بدین. در پناه الله.